امروز یک گروه از فعالان جمعیتی در شهر بیشکک قرقیزستان پشت در سفارت تاجیکستان گردی‌همایی کردند. در این اعتراض حدود 20 نفر از فعالان قرقیز اشتراک نمودند. برخی از آنها در دست شعار و عکس‌های قرقیزستانی‌هایی را داشتند که ضمن مناقشه‌های مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان به هلاکت رسیدند. این موضوع را همکارم شهلای گلخوجه پیگیری کرد و حالا در استودیو با ماست. شهلا، در نزد سفارت تاجیکستان در بیشکک چی گذشت؟ بله زرانگیز، امروز گروهی از ساکنان قرقیزستان در نزد نمایندگی تاجیکستان جمع آمده از مناقشه‌ها در مرز دو کشور و به قبل آنها از حمله‌های پرزیدنت تاجیکستان به قرقیزستان نگرانی کردند. تظاهرگران با خود آویزه‌ها با عکس امالی رحمان و پرچم قرقیزستان را آورده بودند. آنها مناقشه‌های پیوسته در مرز را کار دستی حکومتداران توجیک نامیده از جامعه جهانی خواستند به این مسئله توجه کنند و با اعلان تحریم و چاره‌های دیگری نسبت پرزیدنت رحمان به نزاع در مرز خاتمه بخشند. پلیس برخی از شعارها را خشن عنوان داد و شرکتداران را آگاه کرد که چنین شعارها جوابگری دارند. خب آیا جانب تاجیکستان تا این دم به این تظاهرات واکنش نشان داد شهلا؟ نه، تا این لحظه ها زرانگیز مقامات توجیک، وزارت کارهای خارجی و کارمندان سفارت در بیشکک در این باره اظهار نظر نکردند. من یادآور میشوم که 12 اپریل در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان تیرپرانی نوبتی شد. در نتیجه یک سرباز تاجیک کشته و از دو طرف چند کسی دیگر زخمی گردیدند. مقامات تاجیکستان در سر زدن حادثه نیروهای قرقیزستان را ابدار کردند. بیشکک مسئولیت را به دوش مرزبان‌های توجیک گذاشت. وزیر کارهای خارجی تاجیکستان عملکرد مرزبانان قرقیزستان را در آن رویداد محکوم کرد. به نوشته خبرگزاری خاور، سیروجدین مهردین روز 13 اپریل یعنی دیروز در صحبت تلفنی با همتای قرقیزستانیش روسلان کازاکبویف خواسته است از روی حادثه مذکور تفتیش واقعی برده شده گناهکاران به جوابگری کشیده شوند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای خارجی قرقیزستان در نوبت خود این ملاقات را تصدیق کرد. تشکر برای صحبت شهلا.